جنگ‌های بزرگ تاریخ، پایان مصیبت‌بار گرند آرمه در روسیه. قسمت 4. گرند آرمه بعد از کلی تحمل سختی و تلفات زیاد بالاخره در 8 نوامبر به شهر اسمولنسک رسید. اما در این شهر هم چیزی برای خوردن نبود، چرا که ارتش روسیه همه منابع و انبارها رو نابود کرده. ارتش فرانسه نظم همیشگی خودش رو از دست داده بود. سربازان و اسب‌ها گرسنه بودند و حتی همون جیره غذایی اندک هم به درستی تقسیم نمی‌شد. در 14 نوامبر امپراتور فرانسه به ژنرال کلود ویکتور و نیکولاس اودینو دستور داد تا به جنگ ویتگنشتاین برن تا گرند آرمه بتونه خودش رو به مینسک برسونه و زودتر از روسیه خارج بشه. به دلیل ناهماهنگی‌هایی که بین این دو ژنرال فرانسوی وجود داشت، نبرد اسمولنی تبدیل به یک فاجعه شد و فرانسوی‌ها یه بار دیگه شکست خوردن. اما ناپلئون به غیر از افسران فرانسوی خودش متحدان دیگه‌ای هم داشت. در نبرد ولکوویک، شاهزاده شوارتزنبرگ فرمانده نیروهای ساکسونی و پروسی موفق به شکست روس‌ها شد. اما این پیروزی فایده چندانی برای ناپلئون نداشت، چرا که این ژنرال اتریشی در واقع از سر ناچاری همراه امپراتور فرانسه به روسیه اومده بود و درست 1 سال بعد هم تبدیل به یکی از سرسخت‌ترین دشمنان ناپلئون بناپارت شد. در واقع شوارتزنبرگ حاضر نشد که با 40,000 سرباز خودش به مینسک بره و از گرند آرمه حمایت کنه. در نهایت ناپلئون بناپارت و ژنرال کوتوزوف یک بار دیگه در 15 نوامبر در نبرد کراسنوی با هم روبرو شدند. ناپلئون تصور می‌کرد به دلیل تلفاتی که به ارتش روسیه وارد شده دیگه در خاک این کشور با کوتوزوف روبرو نمیشه، اما امپراتور فرانسه یه بار دیگه اشتباه کرده. ارتش فرانسه به زحمت 41,000 نفر نیرو داشت. در واقع بخشی از نیروهای ناپلئون هنوز در خاک وسیع روسیه پراکنده بودند. بسیاری از سربازان زخمی، گرسنه و بدون اسب بودند. اما در طرف مقابل روس‌ها با 60,000 سرباز به میدون اومده بودند که 20,000 تای اونها سوار نظام بود. جنگ در بدترین شرایط آب و هوایی شروع شد. درجه هوا به 21 درجه زیر صفر کاهش پیدا کرده بود و 1.5 متر بعد روی زمین بود. بسیاری از سربازان گرند آرمه دچار هیپوترمی یا سرمازدگی شدند. ناپلئون در حالی به کراسنی رسیده بود که ژنرال داف و ناپسریش اوژن بوهارنه و لشکرهاشون به اونجا نرسیده بودند. در واقع تنها نیروی قابل اعتنای فرانسوی‌ها لشکر 20,000 نفره گارد امپراتوری بود. 1 روز بعد داف و بوهارنه به کراسنوی رسیدند و وضع گرند آرمه کمی بهتر شد. کوتوزوف با وجود برتری کامل نفرات و تجهیزات با تمام قدرت به نیروهای فرانسوی و متحدانشون حمله ور نشد و همچنان محتاطانه عمل می‌کرد. 17 نوامبر 1812 روز خونینی برای فرانسوی‌ها بود. از لشکر ژنرال داب تنها 4,000 سرباز باقی مونده بود. به همین خاطر ناپلئون تصمیم به استفاده از نیروهای گارد امپراتوری خودش گرفت. شجاعت سربازان گارد در عقب نشینی و حفاظت از امپراتور به قدری بود که حتی کوتوزوف رو هم وحشت زده کرد. در نبرد 3 روزه کراسنی 13,000 سرباز گرند آرمه کشته شدند که نیمی از اونها نیروهای گارد بودند. علاوه بر نیروهای گارد امپراتوری، نیروهای مارشال نی که عقبدار لشکر بودند هم شجاعانه در مقابل سیل نیروهای روسی جنگیدند. در واقع نی در ابتدا 8,000 سرباز در اختیار داشت که در نهایت با 800 نفر به رودخونه دنیپر رسید و با شجاعت افرادش را از روی رودخونه یخزده عبور داد و به باقی مونده نیروهای گرند آرمه ملحق شد. ناپلئون که از دیدن شجاعت مارشالش حیرت زده و خوشحال بود، به اون لقب شجاعان داد. تا اینجا اگه این ویدیو براتون مفید بوده حتما اون رو لایک کنید و حتما سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی ما مطلع بشید. در ضمن حتما نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما بنویسید. خب بریم سراغ ادامه ماجرا. در طرف مقابل تزار الکساندر اول وقتی فهمید ژنرال کوتوزوف یک بار دیگه فرصت نابود کردن ناپلئون رو داشته و از اون استفاده نکرده، به شدت عصبانی شد. اما با این حال به خاطر پیروزی در کراسنی به اون لقب شاهزاده اسمولنسک داد. در 18 نوامبر امپراتور نامه‌ای برای هوگوماره وزیر امور خارجه خودش نوشت و گفت ما 30,000 اسب و 300 توپ را از دست دادیم. قزاق‌ها مدام به ما حمله می‌کنند و دشمن از نظر اسب، غذا، مهمات و مهارت جنگیدن در یخ از ما خیلی برتره.
ناپلئون در 22 نوامبر فهمید شهر مینسک و قرارگاه تدارکاتیش به دست ارتش روسیه افتاده و نیروهای مدافعش در کنار رودخونه برزینا و منطقه بوریسوف از بین رفتند. با این وضعیت نیروهای گرند آرم نه تنها نمیتونستند از خاک روسیه بیرون برن، بلکه هر لحظه ممکن بود توسط ارتش روسیه محاصره و تا نفر آخر کشته بشن. ناپلئون بعد از شنیدن این اخبار تلخ به کلنکورت دستور داد که همه اسناد رو بسوزونه و سلاح‌های شخصی اون رو حاضر بکنه. دو ژنرال روس یعنی ویتکنشتاین و چیشاکوف به سرعت در حال حرکت به سمت رودخونه برزینا بودند. اگه این دو ارتش به هم ملحق می‌شدن، کار برای فرانسوی‌ها خیلی خطرناک می‌شد. با به هم پیوستن دوباره نیروهای آرمان ویکتور و ژنرال ادینو، دوباره گرند آرم تقویت شد و تعداد نفراتش به 60,000 نفر رسید. 300 مهندس ارتش فرانسه با فداکاری شبانه روزی سپاه موقت روی رودخونه برزینا ایجاد کردند. به دلیل اون که تعداد سربازان گارد به کمتر از 4,000 نفر رسیده بود، یک واحد جدید به نام اسکادران مقدس به منظور حفاظت از امپراتور تشکیل شد. در حالی که ارتش فرانسه در حال عبور از برزینا بود، ژنرال کوتوزوف در 64 کیلومتری شرق اون منطقه قرار داشت و به این جنگ نرسید. در نهایت دو لشکر روسی به هم ملحق شدند و بارش مداوم گلوله‌های توپ به روی سربازان گرند آرمه آغاز شد. بارش شدید برف و گلوله‌های توپ جهنمی به پا کرده بود. در روز 26 نوامبر نیروهای ژنرال داب و اوژن بوهارنه هم به برزینا رسیدند. تا ساعت 10 شب بسیاری از سربازان فرانسوی و متحدانشون از روی پل‌ها عبور کرده بودند. ژنرال ویکتور با 8000 سرباز مأمور شد اون سمت رودخونه روس‌ها رو معطل کنه، اما حریف قوای سیلاسای اونها نشد و در نهایت خودش و نیروهاش تسلیم شدند. این تنها واحد نظامی فرانسه بود که در این جنگ به صورت داوطلبانه تسلیم میشد. مارشال نی دوباره شجاعت خودش رو ثابت کرد و تونست برای مدتی روس‌ها رو معطل کنه. در حالی که هنوز صدها سرباز در این سمت رودخونه باقی مونده بودند، ناگهان پل‌ها در یک اقدام ناهماهنگ تخریب شدند و همه سربازان باقی مونده یا توسط روس‌ها کشته شدند و یا به اسارت در اومدند. در عقب نشینی و نبرد سه روزه برزینا 30,000 سرباز دیگه گرند آرمه کشته شدند. میزان تلفات به حدی بود که حتی نیروی گارد هم 1500 نفر دیگه از افراد خودش رو از دست داد. 200 توپ و صدها گاری و چمدان حاوی وسایل شخصی سربازان و ژنرال‌ها رها شدند و به غنیمت روس‌ها در اومدند. از ارتش فرانسه تنها 40,000 نفر جون سالم به در برده بودند که همین نیروها تبدیل به هسته اصلی ارتش فرانسه در جنگ‌های بعدی اروپا شدند. در جریان این عقب نشینی مصیبت‌بار، سربازان گرند آرمه به خاطر گرسنگی تمام جنازه گاوها، اسب‌ها، گربه‌ها و سگ‌ها رو خوردند و در نهایت کار اونها به خوردن جنازه دوستان و هم قطارانشون کشیده شد. در روز 5 دسامبر ارتش فرانسه ویلینا رو ترک کرد و 2 روز بعد درجه هوا به 33 درجه زیر صفر رسید و اوضاع وحشتناکتر شد. سرانجام در روز 6 دسامبر 1812 میلادی ناپلئون بناپارت و دوست و مشاورش آرمان لوئیس کلنکورت سوار بر یک سورتمه به طور ناگهانی سربازان فرانسوی رو به مقصد پاریس ترک کردند. در 11 دسامبر هزار الکسان به ویلینا رفت و فرماندهی کل ارتش رو از کوتوزوف گرفت. ژنرال پیر روسی کارش رو انجام داده بود. در واقع کوتوزوف هیچ علاقه‌ای به دنبال کردن ارتش فرانسه تا پاریس نداشت و با کمال میل فرماندهی را به تزار واگذار کرد. کوتوزوف 4 ماه بعد در سن 67 سالگی درگذشت و تبدیل به قهرمان ملی روسیه شد. سرانجام در 14 دسامبر باقی مانده ارتش فرانسه و نیروهای گرند آرمه از روسیه خارج شدند و به 50,000 نیروی متحد فرانسوی‌ها در بیرون روسیه ملحق شدند. در روز 16 دسامبر امپراتور ناپلئون بناپارت در 29مین اعلامیه خودش خطاب به مردم فرانسه حقایق هولناک جنگ روسیه رو برای افکار عمومی فرانسه افشا کرد. بنا به نظر مورخان مختلف، ناپلئون با یک ارتش بین 500 تا 680,000 نفری وارد خاک روسیه شد که حدود 400,000 نفر از اونها رو از دست داد. برخلاف تصور عموم، بیشتر تلفات ارتش گرند آرمه نه در فصل زمستان و هوای سرد روسیه، بلکه در تابستان تا اواسط پاییز روسیه رقم خورد. ارتش فرانسه به عنوان اصلی ترین نیروی گرند آرمه به هیچ وجه توان تدارکاتی و لوجستیکی یک نبرد طولانی و فرسایشی رو نداشت. انبارهای تدارکاتی فرانسوی‌ها در مناطقی مثل اسمولنسک و بلاروس مستقر بودند که صدها کیلومتر از مسکو فاصله داشتند. ارتش گرند آرمه از هنگام ورود به خاک روسیه تا خروج از این کشور در 40 نبرد کوچیک و
بزرگ با نیروهای روسیه جنگید که بیش از 100,000 نفر اونها در این جنگ‌ها کشته شدند. 100,000 سرباز دیگه هم به اسارت در اومدن که 60,000 نفر اونها در جریان اسارت مردند. باقی مونده تلفات ارتش هم به خاطر شیوع بیماری‌های مختلف در تابستان و زمستان رقم خورد. نکته جالب توجه رقم 50,000 سرباز فراری و مفقود گرند آرم است. در واقع این ارتش نه تنها برای جنگیدن در سرمای روسیه آمادگی نداشت، بلکه حتی برای جنگیدن در تابستان روسیه هم تدارکات کافی نداشت. در واقع ناپلئون بناپارت برای پیروزی در خاک روسیه نیاز به تجهیزاتی مثل راه آهن، کامیون و تلگراف داشت که خب از بخت بد اون هنوز هیچ کدوم از اینها اختراع نشده بودند. در بین کشته‌های گرند آرم 300,000 نفر از تلفات متعلق به ارتش فرانسه، 72,000 نفر از کشور لهستان، 50,000 نفر از ایتالیا و 61,000 نفر از بقیه کشورها بودند. نکته جالب توجه سال موندن بخش عمده متحدان اتریشی و ساکسونی گرند آرمه بود. در واقع نیروهای این دو کشور چندان علاقه به جنگیدن در روسیه نداشتند و با تلفات خیلی کم به خونه برگشتند. فرانسوی‌ها به غیر از این سربازان 150,000 اسب و نزدیک 1000 توپ جنگی رو از دست دادند. اما در طرف مقابل ارتش روسیه هم تلفات سنگینی داشت. نیروی اصلی ارتش روسیه در هنگام حمله گرند آرمه تنها شامل 133,000 سرباز بود که در طی جنگ با سربازگیری و استخدام نیروهای شبه نظامی و قزاق‌ها به 400,000 نفر افزایش پیدا کرد. روس‌ها 210,000 کشته و 150,000 مجروح دادند. بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک روسیه یا به دست فرانسوی‌ها و یا به دست خود ارتش روسیه ویران شدند. نیمی از شهر مسکو در آتش سوخت و بنا به تخمین روس‌ها بیش از نیم قرن زمان لازم بود تا پایتخت باستانی روسیه دوباره بازسازی بشه. حمله ارتش فرانسه به روسیه برای ناپلئون بناپارت و امپراتوری فرانسه یک فاجعه تمام عیار بود. درست قبل از شروع این نبرد ناپلئون بناپارت در اوج قدرت خودش بود و مرزهای امپراتوریش از پرتغال تا لهستان گسترش پیدا کرده بود. اما با حمله به روسیه این امپراتوری عظیم در عرض یک سال ترک خورد و فرو ریخت. لشکرکشی به روسیه توان نظامی و اقتصادی امپراتوری فرانسه رو به شدت تحلیل برد. هزاران سرباز، ده‌ها افسر و ژنرال با تجربه فرانسوی در روسیه بدون هیچ دستاوردی کشته شدند. بخش عمده توان توپخانه و تجهیزات نظامی فرانسوی‌ها در روسیه از بین رفت. بازگشت ناپلئون به پاریس فاجعه بار بود، چرا که در عرض کمتر از یک سال تقریباً همه متحدان سابقش یعنی کشورهای مثل پروس، اتریش، سوئد و اسپانیا هم به دشمنان قدیمی ناپلئون یعنی روسیه و انگلستان ملحق شدند. در عرض یک سال یعنی از مارس 1813 تا می 1814 امپراتوری عظیم فرانسه از ائتلاف ششم اروپایی شکست خورد و پاریس به دست این ائتلاف اشغال شد و در نهایت ارتش روسیه با تزار الکساندر اول در این شهر رژه رفت. در نهایت پیشبینی ژنرال کوتوزوف هم درست از کار در اومد، چرا که با پایان عمر امپراتوری فرانسه انگلستان تبدیل به ابرقدرت جدید اروپا و کل دنیا شد. پایان قسمت 4.